ماهی کوچولو بود توی جویبار کوچیک. هر روز فقط بالا پایین میرفت. همه چیز تکراری بود. همه بهش میگفتن دنیا همینجاست. بزرگتر از این نمیشه. اما یه روز یه سوال ساده از خودش پرسید. آیا واقعا دنیا فقط همینه؟ همین سوال همه چیز رو تغییر داد. تصمیم گرفت راه بیفته، حتی با ترس، حتی تنها. ماهی کوچولو دنیای اون روزای من بود. منم گیر افتاده بودم توی زندگی تکراری. یه جور حس امنیت ولی خالی از رشد. یادمه وقتی تازه میخواستم رانندگی یاد بگیرم، مغزم 1000 تا دلیل می آورد که نری. میگفت خطرناکه، نمیتونی، اشتباه میکنی. و من عقب میکشیدم. نه چون بلد نبودم، چون ترس جلوم رو گرفته بود. ذهن ما با تغییر راحت نیست. چیزی که نمیشناسه رو تهدید میبینه. ولی رشد اونجاست، جای بیرون از ناحیه امن ذهنت. ترس تموم نمیشه ولی میتونی باهاش راه بیفتی. همین راه افتادن کم کم شجاعت رو میسازه. وقتی بالاخره پشت فرمون نشستم، دیدم اون ترس فقط توی ذهنم بود. مسیر سخت بود ولی ممکن بود. درست مثل زندگی. وقتی بری، راه خودش کم کم باز میشه. و جلوتر چیزای منتظرته که هیچ وقت از توی جویبار نمیدیدی. فقط کافیه دل رو بزنی به دریا. پس الان از خودت بپرس آیا دنیا فقط همینه؟ و شروع کن تا رنگین کمون زندگیت رو ببینی. اگه این ویدیو برات مفید بود لطفاً لایک کن، کامنت بذار و اگه دوست داشتی تو این مسیر با من همراه باشی سابسکرایب یادت نره. ممنون از همراهیتون.